امی ریاضی خوشم نمیاد و قدر. چرا چورتت خراب است پدر؟ استاد او کرا بیرون مگه نه خوب نکردی. خوب کار نکرده؟ و هر سوال یک جایزه داره. اینه برای ما چرا میتی پدر؟ میمون تا کردن نتونستی جایی نی. یک میمونی یک خلام پلیتا. چی کنم؟ خلام پلیتا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. و علیکم السلام. امر خدمت. پدر چطور هستی؟ جانتان جان. امر خدمت. یک دقیقه اینجا پدر پیشت بشینم. سلام علیکم. خوب هستی؟ سر خوب است؟ به سال بشه سر نکه. نه اینجا صحیح است. نه سر. اگه خدا من دیگه سر نمیشه. باز من از خودت بالا میمانم نه؟ نه این چوکی است. خب؟ ها. زنده باشی پدر. چطور هستی؟ دیگه شکر پس. سر خوب است؟ جانتان جان. اینه کوم خدمت باشه. قربان چم پدرم. اینه کوم خدمت. چطور کاروبار؟ والله ها دیگه شکر پس 1000 بار. 1000 بار شکر. دایی هوای سرد نیای پدر زحمت میکشی. هوا بسیار سرد نیست؟ ماسر هست دیگه. سرد است نه؟ آها. صبح وقت می پدر اینجا؟ چند بجه؟ شاید خوب میاییم. خب. باز تا شام می باشی دیگه همینجا. تا 11 و نیم 11 بجه هستم میریم چای خوردن خانه. خب. امروز پدر در کورس بودم. از کورس همون تو همی خود مکتب خوندی؟ نه خوندی مکتب؟ الله. امروز در کورس بودم پدر همین مضمون ریاضی خوشم نمیاد و قدر. خب خوب مضمون است بسیار مشکل است یاد نمیگیره می. نه یاد دیگه. باز از کورس استاد که برآمد من تو تخته را گرفتم برآمدم. استاد هم برآمد تو هم برآمد. مثلا دا استاد بود. کار خوب کردم یا خراب؟ مقصد این که استاد نباشه شاگرد چیکار نمی‌کنه. نه ولی من کار خوب کردم پدر یا خراب؟ نه خوب کردم دیگه. استاد نباشه. نه استاد بود. نه استاد بود. او بیرون مگه نه خوب نکردی. خوب کار نکردی؟ باید میبودم پدر نه؟ استاد حالا پدر خط خوانده میتونی؟ نه ما در عمرم دار مطبع نایدم. خب؟ در ملسرانه بود. پدر جان این دستکای ترکی ده. این دستکای خیلی یکم دبا هست والله. یگان روغن واسمین یگان چیزا در خانه نیست چرب کنی؟ خب در خانه از چرب میکنی؟ چرب نکنی. قربان دستای چا زحمت میکشی دستکای خراب شده پدر. مادر سازون نکردی چای تو نمیدونی. نو استاد را ملت نکنه. لطشه نکنه. کدامی از امیر میتونی حل بکنی پدر؟ اما نخوندم دیگه. خب من برات میخوانم. بخوانم؟ باش پدر من اینجا بشینم که خیلی صدای من بشنوی. فهمیدی پدر جان؟ برادر عزیز ما مختار حیدری از آمریکا مبلغ 6360 افغانی جایزه ماندن روی از این سوال. ما دانش سوال. اینالی سوال خودت خوانده میتونی پدر؟ ما که خوانده میتونم. خب من برات میخوانم باز خودت حلش کسی؟ جمع یک جمع دو و سوال دیگر هم میخوانم باز هر کدامش خودت انتخاب کردی جایزه‌اش مختلف است. خب برادر عزیزمان عتیق الله از آمریکا، خواهر مهربانمان رحیمه فرهان از استرالیا. یعنی جایزه زیادش از پدر اینمی سوال اگه حل کنی خیلی حلش میکنی بردی با سوالش از 5 جمع 4 جمع 0 جمع 1. اینال کدامش خودت حل میکنی پدر؟ دیگه یک دوره بخوام کن. اینه نه جره اینی میره امی جایزه زیادش هم فکرت نگرفتی. نه جایزه
جان آقا دادی قربان چه هر کدامش که خودت انتخاب کرده نمو 5 جمع 4 جمع 4 جمع 0 جمع 0 جمع 1 جمع 1 اینا رو خودت نمیری جمع بزن که چند میشه این اعداد جمع چند 9 20 9 12 15 این صفر است پدر این چیزی است این یک نقل برات گفتم که او را حساب نکن این 5 همراه 4 جمع کن باز همراه 1 این 9 است کدام 9 است پدر؟ 4 و 5 4 و 9 میشه 9 میشه؟ 9 میشه ای ماشاءالله حالا اون کدیش پدر گفتی دیگه سوالا 90% چهل کدی اینال ای که نو شد پدر اینجا باز صفر داریم 1 این صفر 1 همه صفر حساب نکرد 1 حساب کردی این دو میشه اینه کدام؟ نه این مساوی است پدر اینه ایشه نفهم اونشا فهمه یک چوت بزن خوب پیش رفتی پدر ماشاءالله بسیار خوب پیش رفتی قربانت شم قربانت تازه کن اینی خود نو شد نه؟ اینالی نو که یک زیاد کنیم چند میشه؟ نو یک زیاد کنیم میشه 10 ای خلاص دیگه اینی صفر حساب نمیشه این حالا جواب یادی نوشته که خیلی پدری نمیره دمیجا خودت بگی خودت دمیجا نوشته که 10 آنها جوابش گفتی دیگه ماشاءالله خودت دیگه میره نوشته که پدر اینجا نوشته که خودت نمیجا یک دست من نوشته کرده بیتی یک دست من نوشته کرده در دست نوشته کرده یک دست من نوشته کرده بیتی به اوجا نوشته کنی اینه پدرم نوشته که از روی از اینو آفرین ای ماشاءالله اینه بیا اینجا بیشی پدر در جایت بیشی که پایکت در روی چی خراب نشه اینه چقدر خط خوب داری پدر بسیار زیاد تشکر پدرم زنده باشی سلامت باشی این حال ما جایزه شو برات میتون پدرم 1 2 این پدر اینی دم 3 4 5 6 7 8 خوبی پدر؟ یک 2 تا 500 بخش ما بیتی 500 با تو؟ 2 تا 500 چی میکنی 500 را پدر؟ نه تو یک 2 تا 500 بیتی 2 تا 500 میتون پدره 500 نداشتیم والا پدر شور نه شور نه چی میکنی پدر؟ نه تو شور نه شور نه مایدهش میکنی؟ نه ما حساب تی شور حساب شور نه ما باشیم همیشه؟ سایز پدر اینم هست پدرم مهربونی کرده رایز باش که چی میکنه 500 من خواهد 500 داشته باشه اینجا بیشی پدر بیا اینجا بیشی در جایت بیشی خواه 500 را مایده کردی پدرم چی کنم؟ اینجا برای ما چی رو میکنی پدر؟ میمون تا کردن نتونست جایی نی یک میمونی برد یک خلام پلیتا چی کنم؟ خلام پلیتا قربانت شم پدرم در خانه است؟ خواه این خودت برای من لطف کردی من برای از او لطف میکنم براش بگو که یک اولادت اینه میره برات یگان چیز بگی برش پدر خب یگان میوه یگان چیز بگی از طرف من بگو اولادت برات اینه میره لطف کرده در حق ما دعای خیر کنم آزاد اونی صحیح نموت ما بخشش کرده قربان مهربونی چم پدرم زنده باشی اینه این خیلی از طرف ما برای مادر جان یک میوه بگی بگو ما رفتم پدر خیلی موضوع با من خدا قربانت شم زنده باشی پدر درس مهربانی و اخلاق و سخاوتمندی برای ما بدی هر کارت باشه اینم جو موضوع زنده باشی تشکر زیاد چند سال میشه ما اینم میجاد زنده باشی خواهر عزیزمان رحیمه فرهان از استرالیا
یک سوال روان کردن و جایزش از 5500. مختار حیدری از آمریکا. چه قراری کرده پدر؟ 6360. ای خیر ببینی. برادر عزیزمان دکتر صاحب از جرمنی. چه روان کرده پدر؟ اینه پدر جانه. 6600. ای ده پدرم جانم. دیگه برادر مهربان ما عتیق الله از آمریکا. چه روان کرده پدر؟ یه پایانش هست. آنه 7000 است. 7000 است. باز خواهرمان رحیمه فرهان 2 سوال دارن. از استرالیا. ایش چقدر است پدر؟ یه ریدش هست. اونو مؤخری کرد. او 8000 است ده؟ 8000 است پدر. سوالش از 3 جمع 3 جمع 1. خواندگیشم خلاص وقتم نخوانده. من یکان 2 بار 3 بار خواندگی. فکر کو که اینی 3 قطی رنگ است. سیز؟ نه 3 قطی رنگ. باز 3 دانه برس هم امروز یکی میکنیم. سیز پدر؟ نه 3 تا برس هم امروز یکی کردیم. چند شد ای پدر؟ 6 شد. ای خیلی ببینی. اونو 3 جمع 3 چند میشه؟ 6. اینو لینی رنگ هم که در پلوش مونیم باز چند میشه کلاش؟ میشه. اینی 7. صحیح شد پدر؟ یا خدا بزرگ است پدر. تعلیم درس خواندن یک نعمت بزرگ است. ولی مردای روزگارم تلاش کردن، زحمت کشیدن برای روزگار. خودی از این هم یک نعمت بزرگ است. یک قهرمانی است که یا کسب کردن. همون تصنیح تحفه خواهر ما را تقدیم میکنم. یعنی 500 افغانی. این 1 2 3 4 5. صحیح؟ 5500. این پدرم خدمت خودت. زنده باشه. تشکر. قربان چاو. زنده باشه. من میگم عمرتان دراز باشه. یک دعا کنیم دعاشان که خداوند اجر نصیبشان کنه. انسانا را کلا خدا نگاه کنه. خدای پاک سفر آخر. الهی آمین. الهی آمین. چطور است پدرم؟ چطور کاروبار؟ مزه نداره. من فایده ابروغان ندارم. یک شما خانه ببارم. یک نان خوشمزه ندارم. چیزی ندارم. خدا بزرگ است. الله بزرگ است. صبح وقت آمدی؟ حال نیست. همونجا یک مجبوره میایی. هوا خو سرد است پدر. یک وقت آمدی سرد میخوری. چی کنیم دیگه مجبوری میایی. مجبوره کی میایی؟ مجبوری همونجا میایی یک پاجه نان خود ببر به خانه ببر. زنده باشی پدر. با همت هستی. تلاش میکنی، زحمت میکشی، کار میکنی. کار اینه میاد دیگه. کار نکنه دیگه چی بخوری؟ زیور مرد کار است. الله حفظت کنه. امروز پدر در کورس بودم. در کورس. باز ریاضی خوشم نمیاد وقدر. استاد ریاضی که برآمد من تخته را گرفتم برآمدم از کورس. گفتم باشه یک دقیقه اینجا بشینم که وقت کورس پره شد و باز برم طرف خانه. خودت مکتب رفتی پدر؟ مکتب نخوندی؟ همین خوبه. همین سواددار خوبه. خواه برم میگه بخوانه. سواددار. ما سواد ندارم. 4 سوال داریم. هر سوالمون یک جایزه داره. صحیح؟ و خودت اگه این سوالا را بتونی هر کدامش که دلخواهت حل کنی جایزه‌ش هم میبری. چطور؟ ما برات میخوانم سوالا. صحیح پدر؟ اردی ما میخوانیم سوالا. باز خود جوابش بگو نوشته کن. ما اینجا ندارم. خیر من جوابش نوشته میکنم برات. صحیح؟ خودم یاد ندارم. خب من میخوانم برات. صحیح؟ پدر
چرا چورتت خراب است پدر؟ چرا چورتت خراب است؟ گوش کله حل کنیم سوال دیگه جایزه داره. خب چند شد؟ جمله شد؟ نه 1 2 3 اون رنگا رو باز حساب کو چند میشه؟ اینی 3 دونه برس اینی بعد 3 چند میشه؟ 4 5 6 خب بعد از 3 جمع 3 چند شد؟ 6 باز در بالای 6 که یک دونه یک بریم چند میشه؟ ای خیر ببینی پدران حل کردی باز 7 جمع 7 چند میشه؟ نه 7 دانه داریم نه؟ بالایش 7 دانه دیگه اضافه کنیم چند میشه پدر؟ 8 بالا برو 7 نه بالا میره 9 ها 10 ها بالا برو 11 بالا برو 12 بالا برو 12 زیاد میشه از 12 هم زیاد میشه 13 یک توی دیگه هم بالا برو 14 آنه پدر پیدا کردی خب 3 جمع 3 6 جمع 1 7 باز 7 جمع 7 نه خب نو گفتی پدر 11 چند؟ 9 نه از 15 یک تا کم کن یک کنم از 15 یک تا کم کن 9 نه از 15 یک تا کم کن 10 نه از 15 13 14 15 اینو از 15 یک تا کم کن چند میشه؟ 14 چند؟ 14 خود نو گفتی پدر ای ماشاءالله پدرم خداوند حفظت کنه اینه صحیح اون حل کردیم پدر سوال دکتر صاحب از جرمنی را که جایزه 6600 حل کردیم باور نکنی به نظرم جایزهش نه اینه پدرم اینه خب ما امروزی را خواستیم یک یاد کنیم از دوران مکتب از خاطرات مکتب پدر بسیار جای خوب است ما خواندیم حالا میگیم کاش که دوران مکتب پس بیا یاد کردیم از اون خاطر همراه خودتی بازی را انجام دادیم پدر مهربانم اینی جایزش که سوال حل کردیم دیگه خداوند حفظت داشته باشه اگر میخوایی باز برو به خیر طرف خونه وقته هوا سرد است صحیح؟ خیلی برای ما یک بوسه بده پدر ما رفتم زنده باشی پدر خدا قبول کنه الهی آمین الله نگه دارد 5 جمع 2 ها؟ اینه 5 جمع 2 جمع 1 جمع 1 جمع 2 جمع 2 ایره جمع میکنی؟ جمع است پدر جان 5 2 5 2 7 ای ماشاءالله 8 و 2 10 ای ماشاءالله پدر اینه 5 2 7 7 1 8 8 2 10 ای ماشاءالله اینه خود جوابش پیدا کردی پدر 6360 روپیه جواب سوال پدر من نوشته کنم خودت نوشته میکنی اینجا جواب سوال نوشته کن اینجا پدر اینجا با فارسی نوشته کنم؟ فارسی نوشته میکنه انگلیسی نوشته میکنه هر کدامش قرائت است بسیار زیاد تشکر پدر خودت حل کردی برادر ما مختار ایدری از آمریکا لطف کردن مهربانی کردن 6360 افغانی ارسال کردن این را میتونی که یگان چیزا اضافه کنی در کار وارد یک چتریگک بگی پدر از چتری پیسه نداشتم که بگیرم یعنی پیسه را یک چتری بگی پدر یگان رنگ و یه چیزا که نیاز داری بگی برای خود که بخیر
از هفته و در امان باشی. خیلی دیگه. قربانت شم پدرم. فقط دعا کنیم در حق برادر ما که لطف کردن، مهربانی کردن. این دنیا هم کم نباشه، دو دنیا هم کم نباشه. الهی آمین. 6 جمع 4 جمع 2 جمع 8. 6 و 4 4 یا 10. 10 10 4 10 10 جمع 2 جمع 2 12 خیلی بینی پدره نه 12 فکرت کار میکنه. یک دوتون برای پرلاتون شب خونه 13 سال 60 برای دوونه است. چرا چشمک چی ده پدرم؟ تو نمیبینی والله چی پدر تاسی دید نداره. دید نداره. فولیان مونده این شاتو بینش ما تمام نیامد هیچ بود. خداوند شفا بده پدر. توکل به خدا والله. الله بزرگ مهربان است، ان شاء الله خداوند شفا بده بره. توکل به خدا کنیم. خب این 10 پدر 6 و 14 بله 10 و 2 10 و 2 12. 12 خب 12 و 8 چند میشه پدر؟ 12 و 8 20 12 و 8 12 و 8 20 20. اینا ماشاءالله حل کردی. توکل به خدا حلش کردی پدر. خب اینالی 20 خودت نوشته میکنی یا من نوشته کنم؟ نه خودت نوشته کنی میره. ها؟ ما بسون نیم بچه. خب اینو من اینجا 20 نوشته میکنم پدر اینا. 20 تومن یک رقم کمکی کج آمد. خب پدر عزیزم برادر عزیز ما عتیق الله از امریکا لطف مهربانی کردن، مبلغ 7000 افغانی را ارسال کردن و ما خواستیم این را یک بازی انجام بدیم با خودت اینه بخیر سوال حل کردی، ما جایزه ش برات میتم. زنده باشی پدر. اینه 1 2 3 4 5 6 7 7000 اینه 2 4 اینه 7000 پدرم. 7000 تقدیم خودت میره بگی بخیر. ما خواستیم برنامه اقتصاد محور باشه، خودت یگان چیزایی که ضرورت داری بگی، رنگ برس یگان چیزا، یک چتری بگی پدر برای قربانت شم. زنده باشی پدرم. فقط دعا کنیم در حق برادر ما که الله متعال اجر نصیبش کنه، خداوند صدقاتشان به دربار خود قبول و منظور بگردانه. زنده باشی پدر.